امروز توجه شما را به یکی از ناحیه‌های شهر دوشنبه، ناحیه فیردوسی جلب می‌نماییم. ناحیه فیردوسی یکی از 4 ناحیه شهر دوشنبه به شما رفته، مساحت آن 29.1 کیلومتر مربع را تشکیل می‌دهد. در دوام سال‌های 30 حتی در نقشه بود که بیناهای مرکزی حکومت جمهوری در همین جا ساخته می‌شود. قلمرو ناحیه فیردوسی در مرحله‌های گوناگون تاریخ همچون پایگاه‌های حاکمان حصار و امیران بخارا خدمت نموده است. ناحیه فیردوسی مرکز مهم علم و معارف است. مجمع تندرستی استقلال نخستین مؤسسه بسیار ساحه طبی در جمهوری به حساب می‌رود. برنامه دانش امروزها در 17 مؤسسه تحصیلات میانه مورد سنجش قرار داده شده است. باغ فیردوسی یکی از جایهای زیبا و دلکش در ناحیه فیردوسی شهر دوشنبه است که در محله سخاوت جایگیر می باشد.